خشتت بریدم. این افلو خشت آقا این خشت مگه تو زمینه نکردی که گفتی این خشت که من برات بریدم با یه افلو. من با یه افلو برات بریدم. تو بازیکن چی؟ من بازیکن نیستم. والله نیستی. تو یکی دیگه بازی نمی‌کنم با تو. نکن بازی نمیدونی که بکنی. آخه که دل منو بریده مهدی ناموسن این سرباز دل مال تو نبود. مال ما بود. به خدا مال مهدی بود. نبود. والله مال مهدی بود. کی میگو؟ والله مال تو. والله من دل نداشتم. به پیغمبر مال تو بود. به پیغمبر به خدا مال تو بود. وای وای وای. اندالله من با یه افلو براش به نمیدم. خدا مال تو بود. به اون خدا این خشت کی اومد؟ به خدا مال تو بود. این چقدر گیجه. کی بریده پس کی خشت تو کی برید؟ خشت تو کی برید؟ برای من بزن منفی نه منفی. خب نگرفتی باش. میگه تو بریدی بعدم میگه سربازم تو منفی بده. میشین تو دست تو درست میگه من بازیکن نیستم. ما تو یکی دیگه بازی نمی‌کنی. خب نگرفتی تقلبی نکردی. 4 دست گرفته با این دیگه بازی نمی‌کنی. منفی چرا بدنه؟ 4 دست گرفته ای. با این بازی نمی‌کنی. به خدا اصلا حواسی بودی من حواسم هست. من حواسم نباشه. تک دلش بریدم بعدش اینجوری کرده بودی دور بعدش این شاخه اما خشت بریدم چشم دل چه میخواد اینجا؟ دل والا میدی انداخت رد دار دل میدی انداخت حواست به بودی نی من حواسم نیست والا حواست والا به پیر به پیغمبر من اینو سرباز دل مال تو بود. والا مال من نبود. سرباز دل مال تو بود. بعد شاخش تو بازی شد. بعد شاخش تو بازی شد. بازی کرد بعد کی شاخش بازی کرد؟ تو بازی شد. کی بازی کرد؟ مهدی بازی کرد که چی بازی کرد؟ ما چه رو سرباز دل رد کرد تو بعدش. خش رد دادم من خش میبریدم مال من نه مال کی بود سرباز؟ نمیدونم ولی مال مهدی نه. سرباز مال کی بود؟ بعد آخرش دل مال تو بود. به خدا مال تو بود. تک دل من بریدی. حالا هرچی خدا آسمون بکنه مال تو. نگاه بکن این دست من بودن این دست من بود خدا آسمون بکنه ما رو ببینم. والله این دست من بود نشون بده چی باید این دست من اینه نگاهش بکن والله من دل نداشتم من اگه دل داشتم برو من تو کارم دوزی نمی کنم والله دوزی نمی کنم به خدا دل نداشتم به خدا دل نداشتم تو الکی میگی والله دل نداشتم والله دل نداشتم والله من دل نداشتم تش بگیری برک اسم خدا میارم